سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان به چنل خودتون کافه دلار خوش اومدین. خب امروز هم اومدیم با آموزش یک ایردراپ دیگه که تیک آبی و ویریفای تلگرام رو هم داره. این ایردراپ تو مارکت هستش. به نظر میرسه که این ایردراپ زیر مجموعه یس کوین باشه. چیزی هم که توی کامیونیتی و تیم توسعه دهندگان این ایردراپ عنوان کردن، توی ماه اکتبر قرار هستش این ایردراپ لیست بشه. به نظر میاد که پروژه خیلی قوی باشه از چند جهت و تیک آبی هم که داره تایید بر این موضوع هستش. خب بدون معطلی بریم در رابطه با این ایردراپ و آموزش کاملش صحبت بکنید. زمانی که وارد این ایردراپ میشید بخش دیلی ریواردش رو میبینید که به صورت هفتگی هستش از روز اول تا روز هفتم که تعدادی توماتو به شما داده میشه روزانه و تعدادی تیکت به شما داده میشه که کاربرد هر کدومش رو برای شما توضیح خواهم داد. خب ما الان روز دوم هستیم، کانتینیو رو میزنیم، وارد ایردراپ میشیم. اینجا توضیح داده بود که در ماه اکتبر لیست میشه. خب در این قسمت بالا تعداد توماتوهایی هستش که شما ماین کردید و به دست آوردید. توی قسمت پایینی اونجایی که برونز نوشته اونجا لول شما رو داره معرفی میکنه. زمانی که قرار باشه شما به یک لول بالاتر برید، اینجا یک عکس سکه در کنارش در این قسمت سمت راست ظاهر میشه که شما با زدن روی این قسمت که برونز نوشته وارد این بخش میشید و دکمه لول آپ رو که بزنید لول شما ارتقا پیدا میکنه و به لول بالاتر میرید و لول های جدیدتری رو به دست میرید. خب میاییم تو این مرحله. معمولا تسک های مختلفی داره که من یکی یکی میایم برای شما توضیح میدم. چیز جدیدی که امروز به این نرم افزار اضافه کرده اینجا این توماتویی هستش که داخل این چمنزار هستش. زمانی که روش کلیک میکنیم میگه که من به شما 5000 تا میدم، دکمه کلایم رو میزنیم. قسمت پایین هم مربوط به باغبانی هستش که نیازمند استارز تلگرام هستش که اگر 20 تا استارز پرداخت بکنید حالت ارن 45000 تایی توماتو به شما داده میشه. خب ببینید هر 3 ساعت زمانی که وارد ایردراپ میشید این دکمه هاروست رو وقتی بزنید تعداد 1080 عدد که برای شما مایل کرده توماتوها به شما تعلق میگیره و زمانی که مجدد روی استارت فارمینگ بزنید مجدد برای شما شروع میکنه به ماین کردن که میبینید نوشته 180 دقیقه یا 3 ساعت دیگه تایم ماینش تموم میشه. خب چیزی که توی صفحه اصلی داریم موارد دیگه این مکعبی هستش که در حال گردشه سمت راست علامت سوال داره. زمانی که روش میزنیم اینجا یک تقریبا گردونه یا اسپین توری به شما میده که زمانی که شما سکه داشته باشید روی اسپین بزنید به شما یک جایزه تعلق خواهد گرفت. خب برمیگردیم به محیط اصلی. وارد قسمت تسک ها میشیم. ببینید اینجا روزانه به شما یه سری تسک هایی رو میده به صورت روزانه که شما روی هر کدوم از اینها کلیک بکنید میتونید مثلا جایزش رو دریافت کنید. به طور مثال مثلا اینجا یه تسک من حالت کلایم شده روش کلیک میکنم و جایزه من 800 تا توماتو به هم تعلق میگیره. بخش بعدی که ما اینجا داریم بخش فرندش هستش یا همون قسمت رفرال گیری که اینجا شما میتونید از دوستانتون دعوت کنید. زمانی که این دکمه کپی رو بزنید این کد رفرال شما کپی میشه و برای هر کدوم از دوستانتون که بفرستید این توسط شما به این بازی دعوت میشن و مقداری از امتیازاتی که اونها کسب میکنن 1% هم به شما تعلق میگیره که ما الان اینجا میایم میبینیم که مثلا توی اینوایت فرند مثلا الان به من چه تعداد توماتو داده و همه اینها رو توضیح داده. خب قسمت بعدی قسمت ولد هستش که ببینید شما از این قسمت بالا آریوریدی که وقتی اینجا کلیک بکنید شما میتونید طبق همه ایردراپ های دیگه ولت خودتون رو معرفی بکنید.
متصل بکنید. حالا یا از مایتون ولت میتونید استفاده کنید یا از تون کیپر که بتونید ولت خودتون رو متصل کنید. خب یه نکته که لازم هستش در خصوص این ایردراپ بهتون بگم دوستان، بخش دیلی ریواردش هستش. خب ببینید الان اینجا قبل از اون من یه نکته رو بگم. ببینید زمانی که شما میخواید برید به یک لول بالاتر، این علامت سکه اینجا قرار میگیره، روش کلیک بکنید، دکمه لول آپ رو میزنید و زمانی که روی دکمه فشار میدید فکر میکنم الان من رو ببره یک لول بالاتر. بله الان من لول بالاتر رفتم. خب برمیگردیم به محیط نرم افزار. بله متوجه میشید که دیگه اون سکه نیستش. و این نکته رو بهتون بگم برای اینکه بتونید بهتر و سریعتر ماین بکنید، سعی کنید حتما هر روز به این ایردراپ سر بزنید، دیلی ریواردش رو استفاده بکنید تا بتونید اون تیکت هاش رو دریافت کنید. تیکت ها زمانی که میخواید اینجا ارتقا پیدا بکنید به دردتون میخوره. روزهای که مثلا از روز سوم چهارم به بعد تعداد سکه های بیشتری به شما تعلق میگیره. خب حالا میریم وارد قسمت اصلی داستان میشیم که علاوه بر این موارد ما میتونیم به یه شکل دیگه هم توماتوهای خودمون رو افزایش بدیم. اون هم یه بخشی هستش که تقریبا شبیه بازی بلوم هستش. روی این تابلویی که اینجا قرار داره من الان تعداد 7 دارم. فقط یه نکته رو توجه بکنید، توی بازی بلوم این تیکت های روزانه‌ای که بابت بازی به شما میداد اگر استفاده هم نمی کردید جمع میشد، اما توی این بازی جمع نمیشه. یعنی اگر شما از این تیکت ها استفاده نکنید این تیکت ها از بین میره و برای شما جمع نمیشه. پس سعی کنید به صورت روزانه استفاده کنید. زمانی که روی این دکمه پلی نو کلیک بکنید وارد محیط بازی میشه، تعدادی توماتو به شما میده و تعدادی هم بمب میده. من یه بازی رو برای شما انجام میدم که با انگشت و دست روی اینها شما تعدادی توماتو، تقریبا تایمی حدودا 25 ثانیه به شما زمان میده. خب الان من روی یه بمب زدم و تعدادی از توماتوهایی که جمع آوری کردم دوباره دستم روی بمب خورد. چون در حال ضبط ویدیو هستم یه مقدار مشکل هستش، تمرکز ندارم. خب شما اینجا مشغول جمع آوری توماتو میشید و پایان تایم بازی تعداد 193 عدد برای من توماتو جمع کرد. خب اینجا من 6 تا تیکت دیگه دارم، میتونم از اون 6 تا تیکت استفاده کنم، این دکمه مشکی رنگو بزنم و دوباره وارد محیط بازی بشم. خب برمیگردیم به محیط ایردراپ. رفقا این ایردراپ به نظر من ایردراپ خیلی معتبر و خوبی هستش و میتونه توکن خوبی رو به شما بده و قیمتش هم با قیمت خوبی لیست بشه. پیشنهاد میکنم حتما این ایردراپ رو استفاده بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر هم برای بار اول هستش که این ویدیو و چنل ما رو میبینید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و دنبال بکنید. علامت زنگوله رو هم به صدا در بیارید تا زمانی که ویدیوی جدید منتشر میکنیم و ایردراپ جدید معرفی میکنیم حتما از ویدیوهای ما مطلع بشید. یک نکته رو هم عرض بکنم، اگر میخواید وارد محیط این ایردراپ بشید میتونید از لینکی که توی کپشن گذاشتم استفاده بکنید و وارد این بازی بشید. هر سوالی هم راجع به این ایردراپ داشتید حتما داخل کامنت ها بپرسید، جواب میدم. موفق باشید یا حق.